در تابوت ماندن پسان آمده. بعد از او فقذفی بنداز هی امی موسی علیه السلام، بعد از او بنداز امی موسی علیه السلام فی الیم در دریا. موسی علیه السلام یا صندوق بنداز، دوم ضمیر در صندوق، اول ضمیر به موسی علیه السلام، دوم ضمیر در صندوق. فی الیم در دریا بنداز، فلیلقه الیم، باید که چه کنه؟ بندازه ایره دریا به ساحل در کناری خود. دریا باید بندازه. دریا میفهمه پیش الله متعال هر چیز زنده است. امر است به معنای خبر. میندازه. چرا میندازه؟ الله فرمان بر دریا داده که ایره در کناره پرتو. یا خصو که بگیره امر است. امر به معنای خبر است. میگیره. خب میگیره. چرا میگیره؟ الله فرمان داده، مجبور کرده فرعون که بگیره. عدو لی، کسی که دشمن برایم است، و عدو له، کسی که دشمن به موسی علیه السلام است. فی الحال و القیت علیک محبتا، من انداختم بالای تو محبتا، منی از جانب خویش، که هر کس تو را ببینه سری تو چی بکنه؟ مهرش پیدا شوه، تو را خوش کنه. هر کس تلاش کنه که در بغل خود تو را بگیره. یک ولی تصنع علی عینی، تا که اینطور است الی تربا، که تا پرورده شوی، تربیت کرده شوی. یک ولی تصنع، که تو چی شوی؟ پرورش برات داده شوه علی عینی، در پیش چشمی ما، یعنی زیر نگرانی ما بری تو تربیت داده شوه. از او خاطر محبت سری تو پرتافتم. کلش احسان و تدبیر الله متعال است. اذ تمشی اختک، در آن وقتی که میرفت همشیره تو، فتقول، میگفت هل ادلکم، آیا شما را راهنمایی کنم علی من، بالای کسی که یکفلوه، سرپرستی طفل بکنه او خب شیر بده. فرجعناک، الله میگه موسی علیه السلام تو را بازگردانیدم الی امک، به طرف مادریت. با کدام تدبیر؟ کی تقر عینها، به خاطر که خنک شوه، سرد شوه چشمی مادریت بالای تو، به بازگشتی تو. ولا تحزن، غمگین نشوه. و قتلت نفسا، تو قتل کردی یک نفس. فنجیناک، تو را نجات دادم من الغم، از غم به توفیق خود. و فتناک فتونا، تو را در آزمایشا چی کردم؟ آزمایش کردم. در امتحانات متنوع تو را انداختم، فتونا، به مختلف امتحانات هر دفعه. فلبست سینین، تو درنگ کردی چند ساله فی اهل مدین، 8 ساله در اهل مدین. ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد از آمدی تو موافق تقدیر ای موسی علیه السلام، پس بازگشتی. و فتناک فتونا، تو را در مختلف امتحانات امتحان کردم. یک حدیث است آمد در نسائی شریف، او را حدیث فتون میگه. فتون ابن عباس رضی الله عنه نقل میکنه که چه قسم فتنه ها شده. من مختصر بیان میکنم که وقت نگیره. اول فتنه در سال تولد شد که اولادا ذبح میشد. جلادای فرعون میرسید، موسی علیه السلام حتما ذبح میشد. الله متعال را در امتحان واقع کرد، اما در امتحان الله را کامیاب کرد. جلادا در دست جلادا آمده نتانست. یک امتحان. دوم امتحان، صندوق تو برابر شد متصل در خانه فرعون، و فرعونی را برداشت. زمانی که سری صندوق کن طفل موجود بود، فرعون گفت که فقط بنی اسرائیل است، این باید قتل شود. الله جلادا در سخت امتحان الله باز قرار گرفتی، اما الله در قلب آسیا محبت تو را انداخته بود، دست فرعون گرفت، خلاص نمان که تو قتل شوی. دو امتحان. سوم امتحان، در بغل فرعون یک روز بودی، ریش فرعون کش کرد موسی علیه السلام. قار فرعون آمد، من که میفهمم اموب کسی که پاچایی تباه میشه توسط همیسته، الله جلادا لر صدا کنه. باز امی چیسته آسیا آمد، نه تفلک کس نمیفهمه. تفلک همیشه ریشی پدر کش میکنه. اینه به خاطر ازی که تو مطمئن شوی. در یک دستش خود مرواری دا گرفت، در دیگه چی قوغه گفت سیکو که چه قدری نادان است طفل است. موسی علیه السلام در حدیث میاد که موسی علیه السلام دست در طرف مرواری پیش میکرد. جبریل یمین آمد، دستش در کجا برد؟ در قوغه امو خاطر میگه قوغه انداخته بود. این جان در سخت امتحان واقع کردم، قریب مرواری دمی گرفتی. الله باز در امتحان واقع کرد، جبریل یمین آمد، دستی تا گرفت در طرف قوغ برد، وگرنه فرعون تو را قتل بکرد. دیگه بعد از او چون که موسی علیه السلام در خاندان فرعون رفت آمد داشت، پاچاخیل گفته میشد. از او خاطر بنی اسرائیلیا
فهمیده بود که حتما بچه بنی اسرائیل است که فرعونی را یافته، خو لیکن غمی ما را میخوره. آدمی خوب بود فرعون. موسی علیه السلام خو شخصیت خیلی والا بود، بیگارکشی قوم خدا بیدید دلش میسوخت. از او خاطر یک روز یک بنی اسرائیلی قبطی جنگ میکنه. وقتی که موسی علیه السلام دید صدا کرد که الا بیا که ما اینا، موسی علیه السلام آمد که خلاص کنه. خو قبطی خو ظالم بود، چپلاق کش کرد. لیکن او چپلاق که موتو آره نبود، چپلاق پیغمبر بود که زد جا بجا شد. موسی علیه السلام آل قاتل شمرده میشه. خو کس خبر نداری را کی قتل کرده. صبح باز موسی علیه السلام برآمده که امو آدم قتل یک قبطی دیگه اول است جنگ داره. باز صدا کرد با کی؟ با موسی علیه السلام. موسی علیه السلام که به غضب رفت، اول تهدید کی را کرد؟ امی بنی اسرائیل تو قتل هر کس جنگ میکنی. او فکر کرد که ولی مرا میزنه. اگرچه موسی علیه السلام به قصد زدن قبطی رفته بود، لیکن او مردکی بنی اسرائیل فکر کرد که والا سر ما آمد. او حادثه را خود دیروز دیده بود که چپلاقا انسان در یک دفعه رخصت میکنه در دنیای دیگه میبره. گفت امی دیستی گفت که یکی را قتل کردی دیروز، امروز مرا قتل میکنی. گپ شایع شد. مردکی قبطی که قطعی جنگ داشت آوازه را پخش کرد که اصل قاتل که دین روز قتل کرده خو موسی علیه السلام است. حالی دیگه قانون فرعونیان خمی طور بود که کسی قاتل باشه نمیمانه. موسی علیه السلام در صدد قتل شد. این دیگه امتحان الله متعال است. یک نفر از گوشه شار دویده پیش موسی علیه السلام آمد گفت الا تدابیر هجرتی تا بگی که تو را نمیمانه. مردم خبر شده قاتل دوستی. موسی علیه السلام از اونجا برآمد رفت طرف مدین. وقتی که از مدین پس آمد، آلی دیگه چیسته؟ پیغمبری برش نصیب شده پیش کی میاد؟ فرعون میاد. اون دیگه امتحان در اینجا چی شد؟ او ساحرات جمع شد که شوفش است، لنگیای کلان است که پرسان نکو تو یک نفر هستی چی کنی؟ بو جای کتابه ها را کتابه که پف کنی گردایش بالا میشه. خب قطعی تو یک کتابی الله متعال است. یک کتابی چیست؟ بگذار بگو بیا فیصله میکنیم سریازی. اول سرش قید بمان ما در روی دلیل گپ میزنیم. کتاب پیش ما اعتبار نداره، قرآن حدیث صحیح. بیا دیگه امیر اعلان کنی. خب بعضی مولای ما در بعضی جاها و خب عقیدش درست است اما مرتکب بدعت ها میشه، رسومات میشه. چرا؟ والا ظاهر کده نمیتونیم. نه مناسب ظاهر کده نمیتونی در بدر شدی که ظاهر نکنی خودت در تقلید گرفتی. ایل اسقاط میگه بکو. چرا؟ اینه در شامی گرفته شه. خب 4 انگشت مسافت پای تا بمان. چرا؟ اینه خلاصه گرفته شه. رفع الیدین حرام است. چرا؟ خلاصه گفته. انگشت سبابه را در قاعده بالا نکو. چرا؟ به خاطر که خلاصه او را حرام گفته. نیت در زبان بکو. چرا؟ هدایه مستحب گفته. اوه کلی کارا را سرت میکنه، کلی کارا را بدعتا را سرت میکنه. نه رواره برای بگو من تابعدار کتاب الله و سنت رسول الله هستم، ثابت کو برام. آلی اگه کس مرد بود برات پیش شد میگم بیشک کس برات پیش شده نمیتونه که اعلان کردی. بله منهجت معلوم شد که آلی تو کتابی از را قطعی خود قبول نداری که در کتابی را نوشته کرده. کتاب خودتون نوشته میتونی، هر عالم نوشته میتونه. معتبر کتاب الله و سنت رسول الله است. این کارای تا توسط قرآن و حدیث ثابت کو، در غیر از او قابل قبول نیست. از او خاطر یک تعداد علمای ما بگه همینطور چیسته کنفرانس ها را میگیره به نام کنفرانسی که امام اعظم. اول می کلمه را که تو استعمال میکنی درست است. امام اعظم کیست؟ امام اعظم است که انبیاء علیهم السلام امامت کرده باشه. او کیست؟ رسول الله. از امو خاطر در بعضی جاها که گیر آمدی بگو در مذهب کیستی؟ بگو در مذهب امام اعظم. فهمیدی یا نه؟ صلی الله علیه وسلم هم خطش بگو که بگو از ما کده زیاد احترام به امام ابو حنیفه رحمه الله داره. صلی الله علیه وسلم خطش میگه امام اعظم خود رسول الله صلی الله علیه وسلم است. امام اعظم. فلبست سنین فی اهل مدین، تو درنگ کردی در اهل مدین چندین سال. موسی علیه السلام رفت واقعشونه. باز در دیگه صورت ها آمده در لب سایه درخت شیشت. اونجا دید قوم مالای خود آب میده اما 2 دختر خیلی با تمکین و با عفت و با چیست عزت اونجا مالای خود من نکده که کل خلاص میشه. بعد از اون مال خود آب میده.
موسی علیه السلام دلش سوخت که بیچاره کی مال خدا آورده بازیم دخترکا و سیاسرا این مردمی بدبخت باید موقع بد زنا و دخترا بده. از او خاطر موسی علیه السلام پیش شد و چیسته از چایی که آب میکشید شروع کرد. جوانی قوی بود، فرس آب کشید به مال همین دو دختر داد. دخترها که رفت به شعیب علیه السلام گفت که پدر تو خود ضرورت به نفر داری، اما صلاحیت و صفاتی که این نفر داشته باشه برای چی؟ امین باشه، قوی باشه. او کیسته؟ امین نفر است. از او خاطر شعیب علیه السلام دخترای خود روان کرد. موسی علیه السلام چی کرد؟ بگوید دختر پیش کرد یا پس؟ ها؟ دختر پشتی سر کرد. بعد از او گفت برای من راهنمایی کو. حالی دیگه تقوای خدا هم نشان میده، پیغمبر است. شعیب علیه السلام دید که اوه خب داماد پیدا کردم. از این که داماد، حالی خود داماد نمیده، میگی از کدام وطن است، بلدنگ نداره، نه ای چی کار میکنه، خانهش هم میبینه باز میره، نه برادرایش چی کار میکنه، سندای تحصیلیش طلب میکنه، حالا که چی کرده چی نکرده. و برادر دین داشت، ایمان داشت، تقوا داشت، بس دیگه پشتش نگرد. زمین رزقش پیش الله متعال است، نه پیش کسی دیگه. نه دکان زیمه زده، نه موتر زیمه زده، نه چی تانگیتیل، هیچ کدامش زیمه نزده. ثم جئت على قدری یا موسی، باز آمدی بنابرای تقدیر الله متعال موسی علیه السلام. واصطنعتک لنفسی، ساختم تو را یا برگزیدم تو را لنفسی، برای نفس خود، یعنی برای پیغمبری خود ذمه‌واری که بری تو میدم. اذهب انت، برو تو و اخوک برادرت، بیایاتی بامرای معجزای ما، ولا تنیا، شما سستی نکنی، فی ذکری، در یاد ما. مراد از ذکر اینجا نصیحت کردن است. امی مسئولیت شما بار بار به مردم برسانی. اذهبا اردویتان بری الى فرعون، به فرعون سردمدار اول دعوت بده، اگر او جور شود خود به خود کلگی جور است. انه طغا، یقینا فرعون سرکشی کرده، از چوکات بر آمده، ناز و نعمت پاچایی که برش حاصل شده، آن دیگه بیخی بدبخت شده. فقولا، بگوی له برای فرعون، قولا سخن لینا، بخیل نرم، لعله یتذکر، شاید که او سخن سنجش بکنه، نصیحت قبول بکنه، او یخشا، یا الله قلب ترسه، از این دو گپ یک گپ خامخا حاصل شود. فرعون سختترین ظالمترین شخص است، بیگارا کشیده سری بنی اسرائیل، تباه کرده مردم، ذبح میکنه سال به سال مردم بی موجب. موسی و هارون علیه السلام با این اردوش روان میشه. طریقه دعوت چیست؟ الله متعال میفرماید یکی خصوصی نکنی در دعوت، همت داشته باش، بالکل همت داشته باش. دوم، با کسی که دعوت میدی بسیار بنرمی، او احساسی کهتری و کمی را نکنه، تحقیر نکنه. از او خاطر ما که دعوت میدیم چه قسم دعوت میدیم؟ اگر به زشتی دعوت بدیم هیچ کس هم در گرد ما جمع نمیشه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر او را زشت خوی و سخت دل پیدا میکرد، این صحابه در گردش جمع نمیشد. دعوتگر باید چی باشه؟ در دعوت خود بسیار از نرمی کار بگیره، از شوی نرم کار بگیره، از شوی دلسوزی کار بگیره. سخنا را اینطور سخنای جور بکنه که جذب بکنه قلب از او را، متوجه سخن خود بسازه. این گپا ضروری است. الله متعال میگه یا یتذکر است، نصیحت هم میپذیره. اگر این آدم سخن گوش بگیره، سنجش بکنه، حتما نصیحت تاثیر میکنه. اگر گوش نگیره، لااقل در ذهنش یک زنگ خطر خورد. کدام زنگ خطر است؟ برش میگی که این حالت باقی نمیمانه، عذاب الله سرت میه، آدم در دلش یک نوع تردد پیدا میشه، شده میتونه آینده یک کمی فکر بکنه. قال ربنا، موسی علیه السلام میگه پروردگار ما، اننا یقینا ما، نخاف و میترسیم، ایفرط علینا، که پیش دستی کنه سر ما، دست درازی پیش دستی کنه سر ما. پیش دستی چرا بکنه؟ او ایتغا، یا ایستکی سر ما تجاوز بکنه. پیش دستی چی مانا؟ دست بگیره که سخن نگو، ما را در تقریر و گپ زدن نمانه، یا ایستکی گپ زدن ما را موقع میده، لیکن بعد از گپ زدن یک دم امر کنه که نگیری و آبیره، نمانی و آبیره. لا این وابی شده. آلی خواستان گپ است.
در مورد حکومت اگر گپ زدی دستی تو را القاعده گفته چی میکنه؟ میگیره. القاعده شده خلاص. انتقاد سالم سری دولت بکو، القاعده گفته تو را میگیره. دو چیز به خاطر میگه که یا ما را هیچ گپ نمیزنه یا یفرط علینا، پیش دستی میکنه سر ما که ما را گپ هم نمیمونه، یا است که ما را گپ زدن میمونه خو لیکن باز تجاوز سر ما میکنه، او ایتغا یا است که طغیان کنه، یعنی از حد تجاوز کنه بالای ما. قال الله متعال میگه لا تخافا نترسی اننی معکما، ما همراه شما هستم، اسمع و میشنوم سخنای از واره یا سخنای شما را و ارا میبینم شما را وارم، غم نکنه. فاتیا بیا بری پیشش، فقولا برش بگوی اینی دعوت بده انا رسول ربک، ما قاصدای پروردگار توستیم، ذاتی که مالک متصرف توسته. فرعون یک دفعه تکان خورد، وای مالکی ما خو مالکی کلی مصر هستم، یا میگه مالکی ما. فارسل معنا بنی اسرائیل، ما تنها به یک موضوع نام آمدیم، پیغمبرها مثل که دعوت توحید الله را میده، بله مسائل سیاست، مسائل رعیت داری را، مسائل چی نجات مردم از بیگار کشی ها و ظلم ظالم ها، این هم مسئولیتش است. از خاطر دعوت میده به فرعون. فرعون میگه که فارسل الاکو بر امرای ما معنا بنی اسرائیل، دیگه بیگار کشی را بگذار، ولا تعذب هم دیگه عذابا را به مردم نده، انواعی عذابا بر زیاد داده میشه. قد جئناک بآیة، امو تورم دعوت نمیدیم آمدن کردیم با یک معجزه من ربک، از جانب مالک متصرفی تو. هر دفعه که ربک میگه فرعون یک دفعه تکان میخوره. و السلام علی من اتبع الهدى، سلامتی است بالای کسی که تابعداری هدایت میشه، یعنی او راه سالمی که سبب هدایت و نیکبختی انسان میشه، او را تعقیب میکنه، سلامتی برای او آدم است. یعنی تو مگر راه هدایت تعقیب کردی سالم باقی میمانی، الله تو را عذاب نمیده، اما اگر نکردی عذاب الله آمده نیست. انا قد وحی الینا، یقینا ما وحی کرده شده به سوی ما، ان العذاب علی من کذب، که عذاب بالای کسی است که نسبت دروغ میکنه به دلایلی که الله روان کرده به توحید الله، و تولا رو میگردانه از نظام الله و دعوت الله. قال فمن ربکم و یا موسی، فرعون یک دفعه میگه که موسی رب شما کیست که هر دفعه مرا میگه ربک الحال میفهمه که حتما ما ربک میگه امو را به قبول داره، نه مرا قبول نداره، از او خاطر میگه رب شما کیست ای موسی. ایرا میگه سوالی رب میکنه از پیشش. وقتی که دعوت بدید تو برای توحید الله متعال مناسب پیدا میشه، از تو مطالبه میکنه که بیار قطی ملا میشینم، اول سوال از تو میکنه در کدام مذهب هستی؟ در کدام مذهب هستی؟ از تو در کدام مذهب سوال میکنه. اونجا فرعون میگه چرا؟ به خاطری که ثابت شود که تو مخالفی ماستی، من قطعت کار دارم. اینجا مولا به خاطری سوال میکنه در کدام مذهب هستی که برای مردم واضح شود که تو مخالف هستی، مردم علیه تو چی شود؟ تحریک شود، قیام کنه. چی میگه؟ سعی کنی مذهب قبول نداره، باز مذهب امام ابو حنیفه را قبول نداره. او مردم هسته که دیگه از اون طرف چشما کشیده میشه، آخر یکیش میخیزه به مبانه به مبانه میشه دیگه. قال ربنا الذی، موسی علیه السلام در جواب میگه پروردگار ما ذاتی است، اعطا کل شیء، دادت در تمام چیزا، خلقه پیدایشش یا صورت و شکلش، ثم ادا، بعد از هر موجوده به مورای مناسبش هدایت راهنمایی کرده. گنجش چه قسم گزاره بکنه، پرواز بکنه، ماهی چه قسم در بحر آب بازی بکنه، زندگی بکنه، چوچه بکنه، تولد و تناسل بکنه، کلش تمام مخلوق الله پیدا کرده، شکل و صورت داده، بعد از او هدایت و راهنمایی کرده. فرعونی خبیث حالی بگویا اوه ما خو می نازیدم که فرعون چی مصر در زیر تربیتی ما است. این ترگه پزد که رب بود، تو ربی کلی کائنات هر چیزش پیدا کرده. ثم قال فما بال القرون الاولى، و بیگک آلی آمده ای پدرای ما را مشرک میگی؟ ماندنیت نیستم. آلی سعی کنی تحریک عوامه چه قسم تحریک میکنی؟ سیاست مداری بدبخت چی رقم؟ سوال میکنه از موسی علیه السلام فما بال القرون الاولى، چیست حال قرنهای سابقه؟ وارا موحد میگی یا مشرک؟ وقتی که رب کلی از واخو ربش ما بودم یا ربای دیگر به خود گرفته،
رب تو را خواه عقیده نداشتن، آلیوار را چطور میگی؟ مقصد فرعون است که موسی علیه السلام بگوید که واکلش مشرک دیر شده، مردم یک دم بخیزه که خوب پدرهای ما را تو مشرک میگی ها، بزنش دیگه، سنگ و چوب سر دوار میشه، یک دقیقه تو را نمیمانه. موسی علیه السلام هوشیار است، زرنگ است، دعوتگر است، تو باید زرنگ باشی. وقتی از پیش سوال بکنه که پدری دمی عقیده داشت، حالی او چطور است؟ بگه علمش پیش الله متعال است، الله مغفرت برش بکنه. تو ملای بدبخت برش شرک توحید معرفی کرده بودی و به نام توحید شرک کرده، الله بخشش میکنه. الله بلا در گردن کیست؟ مولاست. مولا را الله میگه که تو شرک برای از توحید معرفی کرده بودی. موسی علیه السلام میگه قال علمها، موسی علیه السلام میگه علم قرنای سابقه عند ربی فی کتاب، به نزد پروردگارم است در کتاب، در عمل نامه یا در لوح محفوظ. لا یضل ربی، غلط نمیشه، خطا نمیکنه پروردگاری ما، ولا ینسا، فراموش هم نمیکنه. الذی و ذاتی که جعل لکم الارض، که گردانیده به منفعت شما، مصلحت شما، زمین مهدا، فرش هموار گردانیده، زندگی دیش میکنی، میکاری، میروی، سفر میکنی. و سلک، روان کده لکم، برای منفعت شما، فیادنمی زمین سبولا، راه ها را، از حتما یک راه را پیدا کرد از یک ولایت در دیگه ولایت، از یک مملکت در دیگه مملکت، از یک قریه در دیگه قریه. و انزل من السماء، فرو فرستاد از طرفی بالا ما انابه، فاخرجنا، پس ما کشیدیم، الله متعال میگه بهی، توسط آب، ازواجا، اقسام، انواع، من نبات، از نباتات، شتا، مختلف، متنوع، رقم گیاه و درخت و میوه ها را الله متعال میگه توسط یک باران، آبی بارانی که یک نوع است، زمین هم یک نوع، باران هم یک نوع، اما چه قسم متنوع گیاه و درخت ها دایی پیدا میشه. در باغ داخل شوی عجیب است، یک خاک است، یک آبی باران است. الله متعال چقدر بصیرت به انسان میده، دعوت میده به تعقل و تفکر که انسان نظر بکو، آبی باران چه قسم زنده میکنه، سرزمینی خشک و یک سرزمینی خشک، یک قسم باران، لیکن گیاه ها متنوع، درخت ها متنوع، میوه ها رنگارنگ، عجیب. گلا را ببینی. از او خاطر میگه کلوا ورعوا انعامکم، الله براتان میگه که بخوری ورعوا، بچرانی انعامکم، چارپایایتان، مفت جفت برایتان، گیاه ها امو خود رو براتان برآمده، خودیتان زحمت نکرده، قلبه ها نکرده که گیاه سبز شوه. الله متعال در کوه ها میتور مفت و جفت در مالایتان پیدا کرده، بچرانی، فقط بعضی مال سرش ایلا کنی. باز چی میگه برای ما؟ این فی ذالک، یقینا در این چیزی که ذکر شد، لآیات، دلایل توحید الله متعال است، لأولی النها، بس صاحبان عقل، کسی که عقل داره، عقل قلب، عقل چی؟ بگه سرسری و سطحی نه، عقلی که در درون قلب است، بصیرت داره، بالکل میفهمه که مستحق عبادت کیست و رب کیسته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.